توی پابجی موبایل چقدر حالا حسرت یه اسکین خفن رو خوردی؟ اون اسکینای لژندری که فقط با یوسی میشه گرفتش. قیمت یوسی هم که خدا تومنه. اگه دنبال راههایی هستی که بدون یوسی این اسکینای خفن رو داشته باشی، این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. چون میخوام یه راهنمایی کامل و واقعی بهت بدم که فقط با تلاش و زرنگی خودت این اسکینا رو شکار کنی. بهت قول میدم این ویدیو یه تفاوتی با بقیه ویدیوها داره. نه تکراریه نه چرت و پرت. کاملا واقعی و تست شده است. خب بریم سراغ مهمترین روش، یعنی شرکت توی رویدادهای بازی. پابجی مدام ایونت برگزار میکنه. فقط کافیه باهوش باشی و بخش رویدادها رو مدام چک کنی. ایونت های جمع‌آوری امتیاز ردیم ایونت ها رو همیشه دنبال کن. ایونت های کریسمس، جشنواره‌های فصلی و اسپشیال پارتی ها بیشترین اسکین رو میدن. بعضی وقتا لازم نیست اصلا بازی کنی. فقط کافیه چند روز متوالی آنلاین باشی تا جایزه بگیری. مثلا یادتونه توی ایونت لونا پارک کلی اسکین رایگان میشد گرفت. دقیقاً همون رو میگم. فقط کافیه فعال باشی. خب تا اینجا اگه واسط مفید بوده یه ساب و لایک بزن که ما هم بدونیم داریم مفید میزنیم. حتما سراغ رویال پس رفتیم. حالا که پول نداری آرپی بخری، آرپی رایگان هم هست. مأموریت‌های گروهی رو کامل کن تا آرپی بالا بره. تو بعضی فصل‌ها بخش رایگان آرپی اسکین هم میده، مثل کوله، لباسگان، چتر نجات. بعضی وقتا بین 60 تا 90 یوسی هم رایگان از توش در میاد. مأموریت‌ها رو گروهی بزن، یعنی با اسکورت تمام کن تا سریع‌تر تمام بشه. بچه‌ها خیلی‌ها نمیدونن ولی پابجی یه بخش داره به اسم فیدبک تو تنظیمات. بعضی وقتا برای گرفتن بازخورد یه بازیکن پرچمدار بودن یا پیشنهاد دادن رو جایزه میده. پس برو تو تنظیمات بازی فیدبک رو بزن و نظرتو بنویس. اگه خوش شانس باشی از جوایز کوچیک تا اسکین کامل رو ممکنه بگیری. استفاده از اکسچنج شاپ. حتما تو بازی دیدی که بعضی جا میشه کوکونا توکن جمع کنی، مثل سیلور فراگمنت یا ایجی. توی شاپ برو توی قسمت ردیما، اونجا کلی آیتمه که بدون یوسی میتونی بخریش. ولی سیلور فراگمنت رو حروم نکن. یه وقتی بعدگی ما یه لباس افسانه‌ای اومد. بعضی وقتا ایونت هایی میان که توکن مخصوص دارن، مثل مون توکن، وینتر مدال. اینا رو با انجام ماموریت‌های خاص میتونی جمعش کنی و بعد باش اسکین یا جعبه باز کنی. مثلا یه ایونت مترو رویال بود که با توکنش میتونی لباس خفن برداری. یادتون هست؟ بچه‌ها جعبه‌های کلاسیک و پریمیوم هم رایگان میدن. فقط باید ماموریت‌های دیلی و ویکلی رو انجام بدی. حتی از جعبه‌های سیلور و لاکی اسپینی که رایگان هم میدن، بعضی وقتا اسکین خیلی خفن در بیاد. من خودم گرفتم. شرکت توی تورنمنت‌های داخل بازی و مسابقات رسمی. پابجی گاهی وقتا مسابقه میذاره که اگه ثبت نام کنی میتونی بدون هزینه شرکت کنی، بازی کنی یا جایزه ببری. بعضی اسکینا مخصوص مسابقه هستن. جایزه بعضی از تورنمنت‌ها هم اسکین داغی میاد. مسابقه رو از دست نده. حتی اگه نشی اول بازم یه چیزی برات میاره. اگه تا اینجای ویدیو اومدی یه کامنت بذار بگو کدوم بخش بیشتر استفاده کردی. واقعا با یه کامنت کوچیک تو خستگیمون در میاد. یه سری سایت و اپ هست که اطلاعات مربوط به ایونت ها رو میذاره، مثل تاریخ شروع، جوایز، مراحلش، مثل سایت pubgmobile.com، یوتیوب خود پابجی یا حتی پیج اینستاگرامی واریا شاپ که لو میده چه ایونت هایی داره میاد. اگه میخوای همه اسکینا رو ببری این منابع رو دنبال کن. خب رفیق تا آخر ویدیو اومدی، دمت هم گرم. الان دیگه 8 تا روش بلدی که بدون یوسی اسکینای خفن رو بگیری. اگه هنوزم فکر میکنی بدون یوسی نمیشه اسکین گرفت، یه دور دیگه این ویدیو رو نگاه کن. لایک و سابم یادت نره تا تو ویدیوی بعدی بگم چطور میتونی یه الایت رو رایگان کنی. تا ویدیوی بعدی بدرود. Beating hearts, falling apart, staying up to forget, but baby we'll fall.